خب آقا سلام بچه ها، حال چطوره؟ آقا اومدیم با گیم پلی بازی بسیار خوب و قشنگ و تمیز کال آف دیوتی مود آلکاتراز. حتما انقلاب شروع با لایک، کامنت، دنبال، مشترک، ساب، هر چی که هست و بزن. بیا بریم بچه. من بخواد بابت این ویدیو واقعا زحمت کشیدم، 3 ساعت اینطورا زحمت کشیدم سر این ویدیو، به جز گیم پلیش، به جز چیزای دیگه، سر ادیتش فقط 2 ساعت طول کشید، سر کلی چیز. فقط من از شما یه لایک و یه کامنت و یه دنبال و یه ساب میخوام. بچه های آپارات دمتون گرم، 13 تا شدیم. بچه های یوتیوب کسی باشون مهم نیست، همونطور موندن. بچه های یوتیوب میخوایم از شما قدرتمند باشیم، از این بچه های آپارات همینجوری باشیم. درسته شما 3 ماه دیرتر کانال زدم برای شما برای درست باشیم. خب دوستان، یه خبر خیلی خوب دارم، یه خبر خیلی بد دارم واسهتون. یه خبر خیلی خوب اینه که به احتمال زیاد استریممون از این بعد پنجشنبه و جمعه باشه کلا، نه اینکه یه روز بذارم. مثلا دیروز پنجشنبه استریم بودم، امروز استریم جمعه است. دارم ویدیو رو میگیرم براتون، حالا نمیدونم شما که میبینید. سعی میکنم دیگه پنجشنبه ویدیو استریم باشم، حداقلش روزانه یه ویدیو رو قول نمیدم ولی سعی میکنم. به خاطر این گیم پلی 3 ساعت طول کشید. من الان مثلا جمعه است و اینا میتونم مثلا انقدر بازی کنم و ایدیت بزنم و اینا، اگه میتونستم خب من این ویدیو رو 3 ساعت آپلود کنم برای من مهم نیست. همینطور صفحه میتونستم خب نگفتم آقا به ویورمون یه محتوای تمیز بگیر، محتوای تمیز. بچه جدی میگم این آدم واقعا خفنه. و بچه ها امروز که گردونه هالووین اومده بود، امروز که دارم باهاتون حرف میزنم گردونه هالووین اومده بود، دوستم اوگلا رو گرفت، هوگلار لژند رو گرفت و من گریه داشتم میکردم. خدای گیم پلی رو میبینی خدای گیم پلی اصلا حال میکنی، خدا وکیلی اینقدر دارم زحمت میکشم، تلاش میکنم، چیل میزنم، ادیت میذارم، کلی کار میکنم واسه شما که حمایتم کنیم. دمتون گرم، خیلی حمایت میکنیم، خیلی مثلا نه هنوز حساب دارم دنبالم، واقعا چیکار میکنید؟ دمتون گرم بازم بودید. چه اونایی که نگاه میکنن، چه اونایی که لایک میکنن، چه اونایی که لایک نمیکنن، عشق منه. داریم به انتهای ویدیو نزدیک میشیم. دم همتون که تا اینجا بودید. میدونم شاید 2-3 دقیقه واسه شما وقت نباشه، ولی خب واسه من کلینه لایک کامنت میکنم فراموش نشه. ساب کن.